مزه است که به نظرم میتونه یه گزینه مناسبی هم برای تولدا و دور همیاتون باشه. تازه خیلی هم راحت درست میشه و میتونی با فروش به کافه ها کلی ازش کسب درآمد داشته باشی. بافت نرمش هم که توی تصویر میبینی. پس تا یادت نرفته سیوش کن تا با همدیگه بریم آموزشش رو ببینیم. برای شروع تخم مرغ رو به همراه شکر و وانیل انقدر هم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. دورگیری رو هم حتما انجام بدیم. بعد از اون شیر و روغن رو بهش اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. در آخرم آرد و بیکینگ پودر رو که از صافی رد کردیم بهش اضافه میکنیم و به آرومی مخلوطشون میکنیم. مایه کیک رو میریزیم داخل قالب، هوای اضافی اون رو با سیخ چوبی میگیریم و میذاریم داخل فرن. بریم که با هم دیگه موس انبه رو درست کنیم. طرز تهیه موس انبه، فرم دادن خام قنادی و اندازه ها و نکات رو داخل کپشن نوشتم. وقتی که کیک پخت و خنک شد دور اون رو آزاد میکنیم و از قالب جداش میکنیم. دور اون رو تق میپیچیم و موس انبه‌مون رو روی اون میریزیم و میذاریم داخل یخچال. برای ژله انبه ها رو به همراه شکر پوره میکنیم و ژلاتین رو بهش اضافه و خوب مخلوط میکنیم و میریزیم روی موس کیک و میذاریم داخل یخچال. وقتی که خودش گرفت از یخچال درش میاریم و تلق ازش جدا میکنیم و روی اون رو هر جوری که دوست داریم تزیین میکنیم. اگر از ایکس بدان این ویدیو من رو میبینی حتما برای دیدن آموزش‌های بیشتر هم یه سر به پیجم بزن. موس کیک انبه